میرسیم به گزارشگر دهم توی مسابقه گزارشگر آنلاین، ابوالفضل شهیدی از سلام شاهنشاه. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ بازی استقلال و پرسپولیس. در همین ابتدای کار سرور جباروف دید اونجا داریوش شجاعیان و حمله برای استقلال میتونه بده به محمد تیامو. گرفت علیرضا بیرانوند توپو. وریا غفوری یه سانت به دروازه، یه ضربه سر. خطرناک ضربه سر داریوش شجاعیان. داد میزنه اونجا علیرضا بیرانوند. محمد تیام، جلال حسینی روبروشه، یه ضربه شجاع خلیلزاده یه لحظه بلوکه میشه. موقعیت گل برای استقلال توی دروازه وریا غفوری میزنه. چه گلی زد. حالا آسمون تهران آبیه. چراغ اول استقلال روشن میکنه. زخم اول استقلال میزنه. ایرمیری کوتا برای حسین ماهینی با میفرسته به روی دروازه. شجاع خلیلزاده برگشت، موقعیت دوباره شجاع که از بالای دروازه به بیرون میره. پس برای گادوین منشا، موقعیت است. گادوین منشا میزنه، برمیگرده، موقعیت وحید امیری و گرفت سید مهدی رحمتی. تو میاد روی دروازه، اونجا علیرضا بیرانوند اومده جلو، یه ضربه سر از جلال حسینی و از بالای دروازه به بیرون میره. موقعیت برای استقلال، جابر انصاری میتونست گل دوم بزنه. چی خراب کرده های انصاری و تمام میشه دربیه.